گوش کن ابو محمد مدنی اگر صدا بشنوه، اگر صدا به گوش او شنیده بشه میشنوه میجوی کشتگیم بگم که انا مسئله بیناموزی داز مردم سوال که بیناموز میگه کافیره یا چیه میگن. انا بسیاری بچهای تاجیک ما مسکو میان همین طرفا چی میان با کم ترمی گفتگو با چیزا رو تماشا میکنن در حال فریفته میشن دیگه حکم بیناموز و بسات با کفر میتن یا چی گفتن از شما هم مردم گوش کنن با بفهمن یک بفهمونش همین مسئله همین سوالا یعنی که میگن که بیناموز کافر میگن. اوه شخصی که الله در باوری داره روزه میگیره رمضان میشوه و دیگه چیزا در باوری داره فقط در گمراهیش همین نماز نمیخونه همین میگن کافره. خب خداوند جزای نکرد بتیا با یک سوالای که مطرح کردین. انسانی که هر سال در ماه شریف رمضان نماز میخونه، روزه میگیره، نماز میخونه، یعنی این سال اون سال روزه میگیره و نماز میخونه. بله. این انسان از نگاه اسلام از ملت ابراهیم علیه السلام خارج نیست. همین انسان‌هایی که اصل در ما کیرا به نماز میگن در عموم خیال میکنن که به نماز همه جهنم میره و به نماز کافره، همیو را فکر میکنن که یک انسان این سال او سال نماز میخونه از جهت تنبلی، اما احتقاقاً در حقیقت باوری داره که این نماز از جانب پروردگار است، ترکش عذاب است. خب همه ایرا احتقاقی کامل داره و اعتقاد داره. این گونه انسان از ملت ابراهیم علیه السلام خارج نیست. چنین همون کمبودیایی که نماز کرد کمبودی کرد همون عذاب میکشه در جهنم. چند که هست الله سبحانه و تعالی خودش میدونن انه علیم بذات صدور، بذات سینه هر کس به عملی نیک برش الله آگاه و دانا است. بنابراین اونها سوخته میشوند در جهنم، بعد داخل جنت میشوند. انسان هایی که عموما نماز نمیخوانند از نماز غافلند، به پروایی میکنند و نماز اجر و مکافاتش از جانب پروردگار نمیدانند. اصلا نماز خواندگی نیستند، اصول و اصول نماز نمیخوانند. این گونه انسان ها یقینا بدانند که در جهنم میمانند. اینها از ملت ابراهیم علیه السلام خارج شدگی است. بله بعضیا با اون دلیل میورن میگن پیامبر گفت من ترک صلات متعمدا فقط کفر. این میگن این جایی پیامبری که گفته است. اینا کسانی هستند که مفهوم حدیث خودشون نمیدونن. همین و من ترک صلات متعمدا فقط کفر، کسی که متعمدا خواستن نماز ترک کنه پس به تحقیق کافر میشه. اینا خودشون مفهوم حدیث نمیدونن. حدیث مفهوم داره. بعد هست حدیثی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. نیست نماز کسی که نماز همسایه مسجد یا در مسجد نماز نمیخونه در خانه نماز میخونه، نمازش نماز نیست. این لام کمال است. یعنی نمازی اون شخص درست میشوه، نمازش درست میشوه چنین همون در خانهش خواندگی. اونی که قدم میزد بس مسجد میره، پس هر یک قدمش گناه میریخت، هر یک قدمش ثواب میگرفت، داخل مسجد میشید مهمان الله میشید. یعنی که حدیث عباس است، حدیث موقوف است، المساجد بیوت الله والمؤمنون زوار الله. مسجد ها همش خانه های خدا هستند، حاضر شوندگان مسجد مهمانان الله هستند. از این ثوابا یعنی از این اجر، از این مکافات ها اینو به نصیب میشوه. نیکی نمازش درست نشوه، نمازش درست میشوه. یا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که الکذاب لا امتی، دروغگو از امت من نیست. نه اگر یک از دروغ بگه از امت خارج میشوه. اگر این حدیث همو رنگی که بچه‌ای که نمیفهمن در کافر حکم میکنن، اگر خیلی بگیم کلی امت رسول الله نمیشه، هر کس دروغ گفته گیه، هر کس بله. خلاصه کلام همین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. در این صفحه‌ای که شما ارسال کردید از کتاب احکام الصلاة یا که حکم تارک الصلاة ابن القیم الجوزی گرفته شده. عادتا سخنی کسایی گفته شده است که تارک الصلاة کفر نمیگویند و از سخن ابن القیم الجوزی تعیین است که همون کسایی که تارک الصلاة کفر نمیگویند از صحابه ها نیستند. بعد از صحابه ها اومده از تبع تابعین سخن می رود. گفتند گفتند که ها گفتند کسایی که تارک الصلاة کفر نمیشمرند. گفتند که از رسول الله ثابت شده است که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتند هر کسی که آخری کلامش لا اله الا الله باشد داخل جنت میشود. البته آخری کلام این دیگر چیز است و آدمی تارک الصلاة کافر است یا نیست دیگر چیز است. تارک الصلاة کافر است، مرتد است. اگر پیش از مرگش توبه کند و آخرین کلمه لا اله الا الله که برود، البته ان شاء الله عذابش میکشه جنت میرد، برای اینکه توبه کرد. آخر الکلام دلیل نمیشود. برای اینکه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ احد یکی از یهودی و پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، یگان عملی نکرد و در همون وقت که جهاد فرض عین شده بود به جهاد واقع شد، داخل شد و کشته شد و جنت رفت. یعنی ما باید حالت از حالت فرق کنیم. آخر الکلام کسی که لا اله الا الله میگوید من باب قبول، تصدیق، ایمان، توبه، پیش از این مشرک باشدم قبول است. این
دویم روایت میگه و فی لفظ آخر، در لفظ دیگر اومده است که من مات و هو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که وفات بکند در حالتی که بداند که نیست معبودی بر حق بجز الله داخل جنت میشود. روایت امام مسلم. البته علماء اهل سنت و الجماعت همین حدیث روایت میگیرند، همین حدیث حجت میگیرند، میگن که یکی از شرط صحت لا اله الا الله این علم به معنایش است، یعنی معنای لا اله الا الله دونت حقیقتا. و دومیش میگن که هر کسی که معنای لا اله الا الله حقیقتا دونست، این دلالت میکند که مقتضاش به جا میبرد، فرضی که عملا هست نماز به جا میبرد. وقتی که به جا نآورد، دونسته به جا نآورد، این علم به او فایده نمیدهد. بارك الله فيك. دوم روایت میبرند و فی صحیح قصه عتاب بن مالک و فيها ان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله ينبغي بذلك وجه الله. متفق علیه، حدیث بخاری مسلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که همونو که الله سبحانه و تعالی به جهنم حرام میکند، به آتش حرام میکند، کسی رو که لا اله الا الله رو گفته است و با همین گفته است وجه الله رو خواست، یعنی اخلاص، وجه الله، یعنی اینجا اخلاص در نظر برد. یعنی هر کسی که لا اله الا الله گفته باشد، شرط پنجمی لا اله الا الله به جا آورده باشد. چرا؟ اخلاص. از همین جد علما همین حدیث رو جمع کردن و 7 شرط به وجود اومد. یه شرط دوم ذکر کرده، یعنی اخلاص داشته باشد. اخلاص همین است که شرک نداشته باشد. انا این حدیث خودش رد است به طور که صلات کسی که میگه که جنت میرود، میگه برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی اومده است که من ترک الصلاه فقد اشرک و کفر. از همین جد علماء اهل سنت و جماعت میگن که تارک الصلاه هم مشرک است هم کافر است. حدیث صحیح اومده است، پیامبر گفتن تارک الصلاه مشرک است، شرک به واقع شد. در این حدیث اومده است که هر کسی که لا اله الا الله گفت اخلاص داشته باشه داخل جنت میشد. پس نماز نخواند اخلاص دارد یا ندارد؟ ندارد، برای اینکه پیامبر به نماز مشرک گفت. این جواب ما گفتیم، لیکن این دلیل هایی که یعنی کسایی گفتگی است غیر صحابه که ترک صلات کفر نفتیم، روایت ها ورده است. و در حدیث شفاعت اومده است که میگند یقول الله عز وجل و عزتی و جلالی لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله. قسم میخورد الله که به عزتم و جلالم قسم میخورم که از آتش جهنم بیرون میکنم هر کسی که لا اله الا الله گفته است. و در همین روایت اومده است که یعنی در همین روایت با این چنین اومده است که فیخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. از آتش جهنم الله بعد از این قسمش بیرون میکند، از آتش دوزخ بیرون میکند انسان هایی رو که هیچ عملی قط نکردن، قط خیرا قط، یعنی ذره عمل نکردن. البته این حدیث متفق علیه است، لیکن حدیث ما باید به فهم خودمون فهمیم یا که به فهم علما. همین حدیث شفاعت به نظر کنید علما مجلات ها کتاب نوشته هستند. حدیث ما بیاید نظر کنیم از علمای معاصر و مانند محسن العبادی که زنده است. اگر نخواهید مرحمت سلیمان العلوان، علی ابن خضیر الخضیر، حمود ابن عقل شعیبی از مرده ها رحمهم الله تا سلف روید چی میگن؟ بهترین سخنهایی که در این موضوع سخنی امام بخاری، ابن منده و شیخ ابن خزیمه و علمای سلف اینو هستند. میگن که اهل شفاعتی که الله اونها از جهنم میبرارد و لا اله الا الله گفتند، یعنی اینها اصول دین داشتند و این کلمه که خیرا قطو اومده است، یعنی این به زبان عربی فهمیده میشود که میگن چخیلی که ما توجیکان وایمه میکنیم یک آدم عملش کم باشد این یگون کار خوب نکرد میگیم انا همچنین است. یعنی اینها اصل ایمان داشت، اصل توحید داشت، اما واجبات در مسائل واجبات به نهایت به نفسش ظلم کرده بود. آدم هایی بود که فقط اصلی ایمان داشت تمام و نماز هم معروف است که اصل ایمان میمیرد، اما بعد از این مرتکب گناه های زیاد شده بود و دیگر عملی کردگی نبود، تمام واجبات ترک کردگی بود و تمام محرمات به دست داده بود، غیر از اصل دین، غیر از شرک. اینا مسلمون در این دنیا بود، الله اینها میبرد. این فهم همین علمای سلف کتی. یک دویم فهمی که در این بالای این حدیث است، علما میگند این به همون کسایی هست که لا اله الا الله در مکه در اولی 10 سال اسلام گفتگی بودند و یگان عمل نکرده وفات کرده بودند، الله همونها جنت میبرد، معروف است. سیوم علما در همین مسئله میگن که والله اعلم قولی قوی ترش همین است، در آخر زمان
یک طایفه از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم میموند که به تمام دین برداشته میشد، قرآن هم برداشته میشد و این انسان ها از دین هیچ چیزی خبر ندارند بجز لا اله الا الله. یعنی اینها به توحید رسیدگی است. یعنی شرک است، توحید است، کفر به طاغوت دارند. این مسائل اعتقادشون خوب است اما عمل ندارند. اینها نماز گفتنی گپ هم نفهمیدن، روزه گفتنی گپ، زکات هیچ چی نرسید. اینها فقط همین مسلمانی میگفتند. همین ها مرند جنت میرن یا نمیرند؟ علما میگن که بله، اینها نمی شفاعت الله به گرفتار میشن. چرا نماز نخوندن؟ ما میگیم اگر نماز کسی که فهمد داند که اسلام اند نماز ای نخواند این کافر است. اما وای اصلا نفهمیدگی باشد که نماز گفتنی چیز هست، نفهمیده باشد، عذر جهل است در مسئله نفهمیدنی بابی نماز، بابی مثلا روزه. اما امروز این خیلی آدم نیست که، برای اینکه امروز اذان است، علما هست، طالب علم هست، هیچ جهل در این مسئله ناممکن است امروز در بین مسلمان ها. برای اون علما به مانند ابن تیمیه میگن که در بین مسلمان ها در مسائل معلوم من الدین بالضروره، مشهور و معروف که دانستنش ضرور است، امروز هیچ کس جهل یعنی دعوا کردن نمیتواند. نفهمیدیم نماز بدن گفته بی نماز گارد، این کفر است. اما یک روزی همه خیلی شدنش ممکن است در آخر الزمان میگن. انا همین ها این حدیث به واقع میشه. بارك الله فيكم. و در سنن مسانید قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا، یعنی حدیث بطاقه معروف است، حدیث بطاقه لا اله الا الله که روز قیامت یک آدم میرود به حساب کتاب الله گرفتار میشود. 99 سجل یعنی 99 دیله اون میبرن که همهش گناه است، اما بطاقه لا اله الا الله میبرن، بطاقه لا اله الا الله غلبه میکنه جنت میرد. یعنی این انسان اصل ایمان داشت، توحید داشت و اصل ایمان داشت، اصل ایمان به نماز داشت، توحید داشت، کفر به طاغوت داشت، الولا و البرا داشت، عدم الامتناع و التولی داشت، اما بین نهایت گناه‌های زیاد داشت. لا اله الا اللهش این به غلبه میکنه، توحیدش غلبه میکنه، تمام گناهش بخشیده میرد، داخل جنت میرد. این معروف است، علمای اهل سنت و جماعت شرط دیگه است، کتاب ها نوشته دیگه است این مثلا. فخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غیر خارج. یعنی در اینجا میگه که همین آدم هایی که ترک الصلات یعنی عمل شرط نیست میگن، ترک الصلات کفر نیست میگن که به ما همین حدیث کافی است که الله از آتش سوزان جهنم بیرون میکند کسانی که عملی رو یک ذره عملی رو خیرا قط انجام نداده بودند. گرچه اگر میگن ولو کان کافرا، آدمی که عمل نکرده است، بی نماز است، اگر کافر باشد این انسان ابدالآباد در جهنم میستود، این الله بیرون نمیکرد. ما این به جواب دادیم که پیشتر که معنی این حدیث و چی دیگه است. در دومش میگه که فهذه الاحاديث و غیرها تمنع من التكفير والتخليد. یعنی این حدیثایی که ما در بالا گفتیم میگه و غیر از این حدیث دیگر حدیث ها با تکفیر کردن و خالد مخلدن در جهنم گفتنی تارک الصلات من میکند. یعنی به همین حجت ها جایز نیست که آدمی تارک الصلات کافر بگه جهنمی بگه. و تجو من الرجاء له من يرجى لسائر اهل الكبائر. و میگه این دلیل ها و این حجت ها واجب میکنه شما به ضرور میشمارد که امید کنید در حق این انسان و چخیلی که در حق دیگر انسان هایی که به کبیره واقع شدند تارک الصلات هم مثل همون دیگر انسان هایی که به کبیره یعنی ترک الصلات کبیره است میگه امید کرده میشد. قالوا ولان الكفر جحود التوحيد وانكار الرساله والمعاد جهد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانيه. يعني این میگه لان الكفر یعنی برای همونو که میگه یعنی گفتند که ها گفتند ترک الصلات تکفیر نکننده ها گفتند که کفر جهود توحید یعنی این کار کننده توحید، این کار کننده رساله، این کار کننده روز قیامت، این کار کننده هر چیزی که به رسول الله آورده است. این البته دیگر چیز گفتند. این البته یعنی همه خیلی گفته هستند که اینو کفر گفته میشد، تکفیر کرده میشد. اما این انسانی که گفتند یگانگی الله قبول میکند، شهادت میدهد که محمد رسول الله است و بعد از این مؤمن به الله است، مؤمن به دوباره زنده شدن یعنی مؤمن به روز قیامت است. چگونه ما این حکم به کفر میکنیم؟ در حالتی گفتن ایمان این تصدیق است و ضد تصدیق این تکذیب است گفتن. فهمیدید؟ و هو التصدیق و ضده التکذیب لا ترک العمل گفتن. ترک عمل گفتن این ضد ایمان نه، ضد ایمان تکذیب است گفتن. این انسان که تکذیب نکرده شده است، دین دروغ نشمرده شده است، این مسلمان است، برای اینکه ایمان دارد گفتن. ضد ایمان تکذیب است، ضد ایمان ترک عمل نیست گفتن. ترک عمل کرده باشند نمیشه. ببینید در اینجا شیخ ابن القیم الجوزی سخنی جهمی های آورده شدند. جهمی هایی که کفر فقط
جحد تصدیق، جحد تکذیب استحلال میگوید. یعنی سخنی همون کسایی که جهمی هستند یا که علمایی که در همین مسئله به سخنی ارجاع واقع شدند، به مانند شیخ بارک الله فیکم ابو حنیفه و غیره. یعنی در باب ترک الصلاة همین حجت های مرجع کتی گرفتن. فکیف یحکم للمصدق بحکم المکذب الجاهد. ما چخیل گفتن یک آدمی که مصدق است یعنی تصدیق میکند حکم میکنیم به مانند حکم یک کسی که دروغگو است و جهد است. یعنی اینا کفر فقط در تکذیب دیدند و جهد دیدند و استحلال دیدند. یعنی مذهبی همین جهمی. این یعنی دلیلی کسایی بود که ترک الصلاة کفر نمیگوید. البته سخنش معروف است به هر یک طالب علم اهل سنت. در دوام شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی گفتند قال المکفرون، گفتند کسایی که ترک الصلاة تکفیر میکنند. یعنی حالا باشد به شما سخنی همون علمای آورده میشود که ترک الصلاة کفر میگن. الذين رویت عنهم هذه الاحاديث التي استدلتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة بعينهم. سبحان الله. این علمایی که ترک الصلاة تکفیر میکنند جواب دادن به این علمایی که ترک الصلاة تکفیر نمیکنند، گفتن که همون روایت هایی که شما این حدیث هایی که آوردید روایت کردید و به همین روایت های آوردهتون از این حدیث ها حجت گرفتید، استدلال کردید به این که تارک الصلاة تکفیر کرده نمی شود، دانید که همون آدم هایی که شما از همون ها این روایت رو روایت کردید و تارک الصلاة کفر نمی شود گفتید، همین انسان های حدیث روایت کردگی صحابه و تارک الصلاة کفر گفتند. یعنی معنای سخنشون فهمیدید؟ یعنی گفتن که بله همین روایت هایی که شما کردید، این حدیث هایی که آوردید، این سخن هایی که گفتید از رسول الله کی روایت کرد؟ صحابه ها. پس همین صحابه‌ای که شما روایت هاش نمیگیرید خودی همین صحابه گفتن که تارک الصلاة کفر است. این دلیل قوی است. انهم من الصحابه تکفیر تارک الصلاة بعینهم. تکفیر کردن تارک الصلاة به عینشون از همین صحابه ها روایت شده است. همین صحابه‌ای که شما حدیثاش نگرفته سودید، همین صحابه گفتن که تارک الصلاة به عینشون هر یک من آدم کفر است گفتن. عیناً عموما نه عیناً، چخیلی که جهمی ها عموما میگن دونندی مدخلی. یعنی بار دیگر سخنی اهل سنت تصدیق میشد که تارک الصلاة حکمش صحابه ها کردگند، اجماع کردگند. یعنی تارک الصلاة کفر گفته. اما کسی که تارک الصلاة تکفیر نمیکند این بعد از صحابه چیزی که پیدا شده است. و هر کسی که تارک الصلاة کفر نمیگوید کسی نباشد، امام است یا مأموم است، طالب علم است یا نیست، این مخالف اجماع صحابه است و این سخنش اعتبار ندارد. و در این مسئله اختلاف است، گفتن این عین جهل است، کسی نباشد. علماء اهل سنت و جماعت مسخره میگن. و در دماش ابن القیم الجوزی میگن قال ابو محمد ابن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم ان من ترك صلاه فرض واحد متعمدا حتى يخرج وقته فهو كافر مرتد. ابو محمد ابن حزم رحمه الله گفتن که همونو که به تحقیق روایت اومده است از عمر و عبد الرحمن بن عوف و معاذ بن جبل و ابی هریره رضی الله عنه و غیر از این صحابه ذکر شده بود دیگر صحابه روایت شده است که میگویند همانو که هر کسی یک نماز فرض رو قصدن ترک کند تا اینکه وقتش برآید، نماز نخواند تا اینکه وقتی نماز برآید، وقتش بیرون شد، پس این انسان کافر است و مرتد است. فهو کافر مرتد بعینه. قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابه. و همین صحابه گفتند، یعنی بگیم همین کسانی که تارک الصلاة کافر گفتن که ولا نعلم، و ما نمیدونیم به این صحابه هایی که تارک الصلاة حتی به یک ترک صلات تکفیر کردند هیچ دیگر مخالفتی از دیگر صحابه، یعنی این صحابه های ذکر شده به دیگر صحابه ها انکار نکردند، بلکه اجماع سکوتی شد. صحابه ها همچنین بودند که اگر یک سخنی باطل گفته شود همه یعنی خاموش نمی نشستند، حق بیان میکردند. چخیلی که حضرت عمر به یک کامپیر یک عجوز برآمد حق بیان کرد، یا که گفتند که به شمشیر ما موروث میکنیم، گفتند جوش بیاد. وقتی که این صحابه ها آشکاری به خاطر یک ترک صلات کافر و مرتد گفتند و به عین حکم کردند، دیگر صحابه فهمیدند، این فتوا مشهور شد، همه خاموش، همه این چیز قبول کردند. این نموشه در اصول فقه اجماع و سکوت میگند. وقد دل كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة واجماع الصحابه. به تحقیق دلالت کرده است به کفر تارک الصلاة کتاب، سنت و اجماع صحابه. این سخنی ابن القیم الجوزی است. پس انا این بود
یعنی چیزی که ابن القیم الجوزی نوشتند و در دوامش ابن القیم الجوزی در صفحه دیگر میگن که تارک الصلات کافر است، به عینش مرتد است، حتی یک نماز ترک کند و هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند و اراده میکند این کافر است، به عینش مرتد است. و به این آیات‌های دلیل از قرآن سنت اجماع صحابه نقل کردند. پس حق در کجا است؟ حق در اجماع صحابه است. اختلاف بعد از اجماع صحابه اعتبار ندارد. هر یک طالب علم اهل سنت و الجماعت باید اینه بداند و در این مسئله باید قوی باشد. سبحان الله، در همه مسائل اصولی اختلاف است. یعنی معناش این است که حق در اینجا وجود ندارد، کدومش خواهید بگیرید. گفتن این منهجی عین منهج اهل بدعت است. این چی؟ یعنی عین منهج اهل بدعت است. الله المستعان.